بله برادر عزیزم. الله المستعان. کسایی که در گرد و اطراف من نزدیک هستند خیلی خوب میدونن که این دعوت چقدر یک چیز نازک است و چقدر چیز قیمت بها هست که ما باید این دعوت احتیاط بکنیم، منهج دعوت احتیاط بکنیم. اما افسوس که بعضی ها علم ندارن و بعضی ها پروا ندارن. یک هفته به همین گرد اطراف میبیاند و همه جور رسا میکنند، بعد از این با میبرد میرود به زندگیش مشغول است، پروای خودش هم ندارد، پروای کس هم ندارد. اما این بیچاره نفهمید که در مدت یک هفته سر یک طالب علم به 1000 تهمت زد، مردم به شبهه گرفتار کرد، 1000 گناه کبیره را گرفت و در روز قیامت در نزد الله مسئول است. الله المستعان و الیه التکلان. یکی ما چیکار بکنیم؟ ما چیکار بکنیم که به این مردم فهمونیم که ای مردم، ای خصوصا برادرها، کمی خودتون دارید. این دعوتی که امروز ما کرده ایستاده ایم به مانند یک نونیحالی هست که آوردیم به بالای خاک نشینانیدیم، به بالای سنگ شینانیدیم که اقلا در بالاش باران نیست، آب نیست. فهمیدید این چی گفتید؟ این دعوتی که امروز ما کرده ایستادیم به مانند یک درخت هست که یک نونیحال میدچه نازک به بالای آورده سنگ همین شینانیده، ما میخوایم که این سبز و درخت شود. مقصدی من همین است که چگونه که یک درخت رو، یک کوچکی میده رو به بالای سنگ نشانید، سبزیدنش خیلی و خیلی مشکل است. این دعوت ما هم در بین این همه کفر و شرک و طاغوت پرستی و طاغوت ها، در بین این همه هجوم ها، در بین این همه انحراف های اعتقادی و دشمنی ها و تهمت های بر دروغ، سبحان الله، پیش رفتنش خیلی هم در حالت وزنین است. اما مشکلی اساسی با در یک طرف است که ما خودمون دعوت به یک عذاب از همه جانبش احتیاط کرده برفته ایستادیم. بعضی بنام برادرهای خود ما یا میگن که ما از درس‌های شما را گوش کردیم، می آیندو ریشه همین نونیحال را به تبر میزنند. چه خیل است به تبر زدن؟ یک مسئله اول خطا میفهمند، بعد از این تحقیق نکرده، نکفته، ندانسته، میبیان در بین مردم شروع میکنند به گپ‌های پست و بلند زدن. خودش که خودش مردم دعوت اینه بینید، هم خودش گمراه، هم مردم گمراه میکند، هم دعوت سیاه میکند، هم یک طالب علم ویران میکند، سیاه میکند. این چقدر گناه بزرگ است. اما پروا ندارد. یک روز در گروه، 2 روز، 3 روز غلاغله میکند، میرد. خودش موحد هست یا نیست والله اعلم. ای برادر ویز، بیایید کمی تفکر کنید، کمی اندیشه بکنید. خدمت بسیاری شما به همین دعوت این است که شما اگر علم نداشته باشید، گپ نزده نتوانید، خاموش باشید. خدمت شما خاموشی است. خدمت بسیاری انسان هایی که گپ زده نمیتواند، دعوت کرده نمیتواند، لااقل خاموش باشید. موضوع خطا فهمیده برآمده گپ نزنید. خصوصا در مسئله هایی که ما اصلا گپ زدنش را برای مردم عامه حرام میکنیم و بخصوص در مسئله تکفیر عامه که ما ضد هستیم و این منهج رو منهجی غلات خوارج میگیم که میگه که همه دنیا کافر، فلان منطقه کافر، انا این مردم اینجا همش کافر. این گپ ما ضد هستیم. این عقیده خوارجی میگه. خود کمی داره. برادرهای اهل سنت و الجماعت خود را جگرخون نکنید. نفهمیده عیب در شما است، عیب در آدم تعلیم داده ایستادگی نه، عیب در یک آدم است که نفهمیده ایستاده است. لیکن این بیچاره که نمیفهمد، نمیداند که نمیفهمد. خودش نمیفهمد اما نمیداند که نمیفهمد. همین علمش نبودنش نمیداند. و این حالت ما را جگرخون میکند که چیکار کنیم که به این انسان فهمونیم. از این طرف میفهمونیم، از این طرف میفهمونیم، از بالا میفهمونیم، از پایین، از همه جانب میفهمونیم. نغزی که میفهمونیم، سختی که میفهمونیم، بالاخره باز الله هدایتش کرد، هدایت میشن، نکرد با به همون فتنه میره. برای همین برادر عزیز، کسایی که از
برادران و خواهرانی که درس ما را گوش میکنین، در یک مسئله دیدید که اختلاف شد، پیش از همین اختلاف حل کرده هر خیلی گپ زدن، شما یک بار بیایید صحبت کنید، صبر کنید، بعد گپ زنید. خصوصا در مسئله های بزرگ، خصوصا در مسئله های بزرگ احتیاط شوید. بارک الله فیک.